متاسفانه دقایقی پیش 3 تن دیگر از مبارزینمون توسط رژیم تروریستی حاکم بر ایران در میدان علیخانی اصفهان در ملأ عام به قتل رسیدن و چیزی که در کنار این مسئله خیلی من رو داشت عصبانی میکرد و هنوزم عصبانیم از این مسئله این بود که دوباره داشتم واکنش‌های احساسی رو نسبت به این مسئله می‌دیدم. باید الان میلیونی در اونجا جمع بشوید. میدونم که حس خیلی بدی میده آدم هیچ کاری نکنه، ولی ما باید از استراتژی هایی که توی اعتراضات گذشته اتفاق افتاده و شکست خورده بتونیم درس بگیریم و اون رو ادیت بکنیم تا بتونیم جواب بگیریم. آیا جمع شدن مردم در یک نقطه موفقیت آمیز بوده؟ آیا رژیم از این روش برای سرکوب راحت‌تر مردم تا الان استفاده نکرده؟ همین الان که دارم میگم رشت یادم میاد که خود رژیم سعی میکرد مردم رو هدایت بکنه به بازار رشت تا بتونه اونجا رو محاصره کنه و به آتیش بکشه. و آیا استراتژی نحوه مبارزه مردم الان تغییر کرده؟ آیا الان مردم مسلح هستن؟ چون یکی از دلایل زیادی که مردم متاسفانه نتونستن موفق بشن و با کشتار 100,000 نفری مواجه شدن این بود که طرف مقابل تروریست‌های تا دندان مسلح بودن که البته ما با این مسئله غریب نبودیم، اما آن نادانانی که خودشون رو به خریت زدن و به آروغ این که ریزشی داریم 150,000 نفر یه دفعه ریزشی ها شد و به گونه‌ای القا کردن به مردم که الان مردم رو نمیخواهند بکشن و به آن شدت و حدت نخواهد بود و بعد اومدن ویدیوهایی رو توی پروپاگانداها بیرون دادن که آره الان رژیم مردم رو دیگه اونجوری نمیکشه، الان ببینید یه نفر جلوی موتورهای سرکوبگرا ایستاده زانو زده و اونها هم خیلی گوگولی شدن و دارن نگاش میکنن و نکشتنش و یه عده دست هم دیگر رو زنجیر کردن و همینجور تروریستای حکومت وایسادن دارن اینا رو نگاه میکنن و با این پروپاگانداها و دروغ‌هایی که به خورد جامعه دادن و از اون عصبانیت جامعه و اون خشمی که جامعه داشت نسبت به حکومت حاکم در ایران و اون آتشی که برای رژیم چنج در ایران وجود داشت سوء استفاده کردن و در بهترین حالت خودشون رو به خریت زدن و فراخوان‌هاشون به گونه‌ای آماده باش بیشتر برای نیروهای تروریستی مسلح رژیم حاکم در ایران علیه مردمی بود که هیچ تدابیری براشون اندیشیده نشده بود. گارد جاویدان رو کسی توی خیابون‌ها ندید که بخوان کاری بکنن. فقط ما الان داریم یک سری تیشرت هایی رو می‌بینیم که در خارج از کشور توی اعتراضات میان میپوشن و یک سری شعارهای خیلی زردی رو از خودشون سر میدن و توی ایران چه کار کردن واقعا. و دلیل عصبانیت الان من و فلش بک من به 18 و 19 فعالیت‌هایی که توی دقایق گذشته داشت انجام میشد و یک پیامی که من دریافت کردم در رابطه با این که تو چقدر نمیفهمی که دلیل حملات نظامی همون کشتار 18 و 19 بود و اون تعداد کشتاری بود که این جمله خیلی منو عصبانی میکنه و توی این مدت هم خیلی اعصابمو زده، به خاطر اینکه رسما شما دارید تایید میکنید که برای خوشامدگویی ناوهای هواپیمابر ایالات متحده در منطقه علیه مواضع حکومت حاکم در ایران ما ذبح کردیم 100,000 نفر رو دونسته برای اینکه به این فرش خون نیاز داشتیم. این مسخره ترین و مزخرف ترین تحلیل و دلیلیه که من تو این مدت از یک سری ابلهان واقعا تاریخ باید بگم ازشون یاد بکنیم یا بگم مزدوران که شنیدم. اول اینکه یه ذره باید مغزتون رو یه چنگی بهش زد که اون تایم پرزیدنت ترامپ و بنیامین نتانیاهو با هم دیدار داشتن و یک سری از مردم توی کسبه مخصوصا توی بازارها اومده بودن بیرون و یک سری اعتراضاتی رو داشتن که اصلا کشتار و اعتراضات و اینا به این شکل نبود و قرار هم نبود ادامه پیدا بکنه. ولی یک سری از اون جایی که در تمام این سالها ناخوناشون رو اینجوری جویدن و منتظر شدن که مثلا بخوام بیان شاه یک دنیای موازی بخوام بشن، بلکه اومدن بدو ترتی پریدن وسط داستان 18 19 20 مثلا انگار بازیه. بعد آره من خیلی ریزشی دارم و فلانن و فلان، همه شرایط خیلی گوگلیه و فلان این حرفا. حالا جدای این مسئله میخوام بگم که اگر که فکر کردید هر حکومتی برای اینکه بخواد دفاع بکنه، هر دولتی برای اینکه بخواد دفاع بکنه از مردمی که داره بهشون ظلم میشه در یک سر دیگه ای از دنیا توسط حکومتش میره و عملیات نظامی انجام میده در این عصر، حداقل واقعا
نمیخوام بگم احمقید، ولی ضریب هوشی خیلی پایینی دارید، واقعا ضریب هوشی پایینی دارید. و اگر که اخبار رو دنبال نمی کنید، حداقل از کسانی که دنبال میکنن درست بشنوید. فقط اون چیزهایی که دوست دارید و تو مغزتون جا میشه رو نرید در رابطه باهاش تحقیق بکنید. پرزیدنت ترامپ و بنیامین نتانیاهو چرا با هم دیدار داشتن؟ برای مسئله حمله نظامی علیه حکومت ایران. بسیار توی اخبار ما این خبر رو میدیدیم، فالگیر که نیستیم که این خبر رو داشتیم میدیدیم و بر همین اساس هم روی همین موج سوار شدن. حتی بعد از کشتار تا حمله نظامی یک گسل زمانی ایجاد شد که اونجا هم دوباره عده‌ای خیلی جالب می اومدن و به پرزیدنت ترامپ میتاختن که پس چرا نیومدی؟ دیر شد، چرا نیومد؟ مگه قرار نبود بیاد؟ مگه خودش نگفت فلان و بیساره؟ در وهله اول پرزیدنت ترامپ چیزی که در آمریکا وجود داشت این بودش که حمله نظامی رو قرار بود انجام بده به خاطر اینکه رژیم تروریستی حاکم بر ایران رو یک خطری برای متحدین خودش و همینطور وجودیت متحدین خودش و حتی خودش میدید. تا حتی در رابطه با این مسئله صحبت کرد که اونا تجهیزاتی دارن از چین دریافت میکنن که با اون میتونن ایالات متحده رو هدف قرار بدن و این رژیم سالیان ساله که داره فریاد مرگ بر آمریکا سر میزنه و اونها همواره به دنبال این هستن که ما نابود بشیم و همینطور متحدانمون رو. و این مسئله هسته‌ای و وجودیتی بود که علیه اونها باید انجام میشد و باید انجام بشه و تا ته این داستان هم پرزیدنت ترامپ خواهد رفت. در ادامه اون یک سری احمق دموکرات چپگرا در ایالات متحده شروع کردن به حمله کردن به پرزیدنت ترامپ در خصوص این مسئله که این جنگ ما نیست و شما به خاطر اسرائیل رفتید و یه سری از این حملات نامنظم بی ربط به پرزیدنت ترامپ برای این کاری که داره انجام میده که بتونن در نهایت با این پروپاگانداها و آروغ مردم دوستی در ایران بخوان جلوی رژیم چنج در ایران رو بگیرن و جلوی این سرنگون کردن حکومت رو بگیرن. وقتی من اینجا رفتم توی اعتراضاتشون و میگفتن که من ایرانی ام، شما چی میگین؟ ما اصلا اوکی با این حمله نظامی. میگفتش که نه، تو اینجایی، ما داریم دلسوزی از مردم ایران میکنیم، اونا الان توسط ایالات متحده دارن زیر حمله قرار میگیرن. پرزیدنت ترامپ اومد چیکار کرد؟ اومد یک سری پست هایی رو منتشر کرد از حمایت مردم ایران نسبت به خودش و حملات نظامی. خب مردم اکثریتشون سالهاست که منتظر همچین لحظه بودن و اومد اون تیکه هایی که کوچه به نام زده بودن و همینطور توی اعتراضات برای پرزیدنت ترامپ یک ویدیویی رو ضبط کرده بودن، پرزیدنت ترامپ رو صدا میزدن، اومد اونها رو گذاشت و اشاره کرد به اینکه اون مردم ایرانن که زیر ظلم جنایات جمهوری اسلامی قرار دارن و من دوست و همراه این مردم هستم. پس این قضیه هم اینجوری بود. اگر که واقعاً فکر کردید که برای شدت حملات نظامی لازمه که هر بار که حملات حالا به هر دلیلی استاپ بشود یا یک تداخلی درش ایجاد بشود پس ما بریم 100,000 نفر بمیریم یا بریم مردم رو گول بزنیم و از احساساتشون سوء استفاده کنیم، بعداً هم بیایم باد تو قبقبمون بندازیم بگیم که آره ما این تعداد رو می‌خواستیم برای اینکه حمله نظامی بشود. اولا همون افرادی که الان دارن این آروغ رو میزنن سالایی که ما موافق حمله نظامی بودیم اون افراد میگفتن نه حمله نظامی نمیتواند کشور ما رو آزاد کند. چی شد؟ بابا بس کنید دیگه. یه ذره من از این به بعد گفتم میخوام یه لینک تست ضریب هوشی بگیرم، هر کس که میخواد با من وارد گفتگو بشه خیلی ببخشید ولی اون تست رو حتما انجام بده، اون امتیازی که دریافت میکنه رو برای من بفرسته، بعد من باهاش وارد گفتگو میشم. کسی که حتی اخبار رو هم دنبال نمی کنید، تاریخی که مال همین یه سال گذشته است، اخباری که توی همین یه سال گذشته اتفاق افتاده رو اینقدر زود فراموش میکنید و اینقدر زود اونجوری که میتونن توی ذهنتون میچینن و شما رو به این نتیجه گیری میرسونن و شما هم میایید همونها رو آروغ میکنید، واقعا باید نگم برید بمیرید، واقعا باید یه فکری به حال خودتون بکنید. یعنی چی؟ مگه مثلا جون مردم ایران جون این تروریستاست که بی ارزش و بی اهمیت باشه؟ هر وقت ما بریم همینجوری گوشت جلوی توپ بشیم مثلا مثل دور از جون مثل این چیزها که پا میشن میرن الله اکبر ترت میترکن. چی فکر کردید واقعا در مورد مردم ایران؟ و بعد بیایید بگید که مردم خودشون خواسته این کار رو کردن؟
آره اون پدر میخواست که بچه 2 سالش حتما مورد شلیک مستقیم مزدوران قرار بگیره. اون فرزند میخواست که مادر سال خوردش و پدر سال خوردش مورد شلیک مستقیم مزدوران تروریستی رژیم بخوان قرار بگیرن. چی فرض کردین ما رو؟ حداقل اگه خودتون رو چیزی فرض کردید بکنین، مسئله ای نیست. ما رو چی فرض کردین؟